معاون دبیرکل حزب کمولی زحمتکشان کردستان ایران از یک سوء قصد جان به در برد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ایران گفته اختلاف درونگروهی اعضای کموله عامل سوء قصد به رضا کعبی بوده، اما آقای کعبی موضوع را رد کرده و گفته جمهوری اسلامی قصد کشتنش را داشته. عبدالله محتطی دبیرکل حزب کموله کردستان ایران در استودیو با ماست و همچنین رضا کعبی معاون دبیرکل کموله زحمتکشان کردستان از سلیمانیه در کردستان عراق روی خط تلفن با ماست. آقای رضا کعبی میشه لطف کنید که بگید دقیقاً چه اتفاقی افتاد در جریان سوء قصد به شما؟ بله، شب جمعه شب ساعت 12:30 به وقت کردستان عراق این فردی به نام فرید احمدی که توانسته بود به صفوف پیشمرگان ما رخنه بکنه، نفوذ بکنه و ایشون از من خواست که به دیدار من بیاد و کار فوری داره در اون شب با منم پذیرفتم چیزشو. به هر حال به اتاق من اومد، اون 2 اسلحه با خودش آورده بود که یکیشو مخفی کرده بود تو شالش، بعد با کلاشینکوفش هم که تو دوشش بود. بعد از صحبت‌های اولیه میخواست که از اتاق خارج شه، یه دفعه هم یورش بود با یه اسلحه کل که صدا خفه کن روش سوار شده بود. منم بلافاصله واکنش نشون دادم و اون بعد از 3-4 تیراندازی هوایی و بعد تو کشمکشی که با هم داشتیم تو اتاق نتونست به طرح خودش برسه و موفق بشه که به هدف خودش که ترور من بود بالاخره دسترسی پیدا بکنه. بنابراین من تونستم از اتاق خارج بشم و نگهبان و محافظین محوطه رو خبردار بکنم و اونا هم بلافاصله رسیدن. اما به محض رسیدن اونا اون تونست از پنجره خودش رو پرد بکنه به پایین و خارج بشه از اتاق. بدین ترتیب توطئه اونا خنثی شد و کارشون نافرجام باقی موند. شما فکر میکنید که انگیزه آقای احمدی از انجام این سوء قصد چی بوده؟ آقای احمدی طبق اطلاعات ما از چند ماه قبل با اطلاعات رژیم ایران در ارتباط بوده. طرح ترور توسط اطلاعات جمهوری اسلامی ریخته شده و برنامه‌ریزی دقیقی بوده، زمانش رو انتخاب کرده و بالاخره اون هدفش این بود که با اسلحه صدا خفه کن بتونه کار خودش رو در اتاق انجام بده و بدون سر و صدا از محوطه خارج بشه. ما جمهوری اسلامی و اطلاعات جمهوری اسلامی عامل این ترور و عامل اصلی این سوء قصد میدانیم و اون بحث خبرگزاری فارس رو که نسبت داده به حزب کموله ایران قطعاً رد میکنیم و فکر میکنیم درسته که ما کموله به بخشای مختلفی تقسیم شده، اما هیچگاه در هیچ کدام از اختلافات تشکیلاتی ما نه تنها به این حد نرسیده، بلکه در پولومیکای سیاسی و اختلافات سیاسی که به هم داشتیم تونستیم خیلی اصول مدرن و دیالوگ متمدنانه‌ای رو با هم بالاخره رعایت بکنیم و اختلافات سیاسی خودمون رو از کانال‌های دیگه پیش بردیم. آقای کعبی، گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه آقای احمدی بازداشت شده و دستگیر شده. آیا شما اطلاع دارید که دقیقاً چه سرنوشتی داشته بود؟ نه خیر، ایشون تونست فرار بکنه متاسفانه از تاریکی شب و از کوه‌ها و چون بلافاصله محوطه‌ای که من درش زندگی می‌کنم اردوگاه ما پشتش به یه شاخیه، به پشتش به کوهیه که و جنگل و دره و ایناست، میتونست از تاریکی شب استفاده بکنه. تا نگهبان ما خبردار شدن ایشون تونست از محوطه بگیرید. خب با توجه به اینکه شما موفق نشدید آقای احمدی رو دستگیر کنید، از کجا مطمئنید که او فرستاده جمهوری اسلامی ایران بوده؟ ایشون اسلحه‌ای که تهیه کرده این برای یه نفر تو کردستان عراق غیر ممکنه که بتونه اسلحه صدا خفه کنه و اینجوری رو تأمین بکنه به دست بیاره و طرحی که ریخته بود طرح آشناست. قبلا سالها قبل چنین طرح‌های چنین ترورهایی رو جمهوری اسلامی پیش برده، همون در حدود 20-25 سال قبل بالاخره رفیق با ارزشی رو
به نام صدیق کمانگر عضو کمیته مرکزی کماله رو تقریبا در چنین توی قصد مشابهی تونستن ترور بکنن و به کارشون موفق باشن. اینه که انگشت اتهام واقعی علیه جمهوری اسلامی و اطلاعات جمهوری اسلامی و در این مرحله، در این دوران می‌بینیم که جمهوری اسلامی علیه همه احزاب کردستانی شروع به یک سلسله حرکات و سوءقصدهایی کرده که نشون از نیت جمهوری اسلامی میده. اینه که جمهوری اسلامی این بحث رو که کرده که اختلافات درونی اینا باعث شده کاملا از طرف ما قویاً تکذیب میشه، رد میشه و ما به هیچ عنوانی انگشت اتهام علیه هیچ کدام از احزاب کردستانی نشونه نگرفتیم، بلکه جمهوری اسلامی عامل اصلی این سوء. جناب مهتدی، عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کماله ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در ایران شما رو متهم کرده به دست داشتن در این سوء قصد و گفته که شما تلاش داشتید که حزب کماله ایخوانی‌زاده رو کنار بزنید و چون موفق نشدید تصمیم به حذف فیزیکی آقای کعبی کردید. واکنش شما چی؟ نه، مطلقاً خلاف واقع. آقای کعبی که خوشبختانه از حادثه سوء قصد نجات پیدا کردن اینو به روشنی گفتند، اما همون جمعه شب اردوگاه ما به نحو بسیار خطرناکی بخش‌هایش بمبگذاری شده از طرف جمهوری اسلامی و روز بعدش یعنی دیروز شنبه خوشبختانه ما موفق شدیم که پی ببریم، کشف بکنیم یک بمب کوچکتر و 4 بمب بسیار قوی با که کارشناسان خنثی کردن مواد منفجره رو از حکومت اقلیم ما آوردیم، اونها خنثی کردند. جنس موادشون مواد منفجرش C4 که از مواد منفجره بسیار قوی هست و فقط افراد حرفه‌ای و پروفشنال میتونن باش کار کنن. اینها همه به وسیله تلفن‌های موبایل و کنترل از راه دور قصد داشتن هدایت بکنن، منفجر بکنن که خوشبختانه پی بردیم. خب اینو کی گذاشته؟ اگر به فرض توطئه سوء قصد به آقای کعبی به کسی دیگری نسبت داده میشه جز جمهوری اسلامی، این بمبگذاری ها رو کی کرده؟ ما عکس ها و فیلم های کامل و اسناد کامل رو در این مورد داریم، اما اون چه که جمهوری اسلامی میگه و همزمان کردن این دو طرح خرابکارانه و تروریستی دقیقاً به این دلیل بوده که اگر موفق میشد این رو نسبت میدادن به اختلافات داخلی بین احزاب کرد که مطلقاً صحت نداره و این همه عوامل نشون میده که جمهوری اسلامی عمیقاً دخیل بوده و کار ماموران وزارت اطلاعات یا هر نهاد دیگه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چه نفعی میبره از این کار؟ چند سالی بود که ایران به نوعی به یک تفاهم غیر رسمی نانوشته رسیده بود و در کشورهای دیگه حذف فیزیکی مخالفانش رو انجام نمیداد. از دید شما چرا الان و چه نفعی برای ایران داره؟ بله، ببینید تاریخ جمهوری اسلامی به ما میگه هر موقع که اینا به یک عقب نشینی در سطح خارجی و بین المللی ناچار میشن مبادرت بکنند، مثل قطعنامه 598 و مثل توافقنامه هسته‌ای، در این مورد بسیار نگران میشن که این از نظر مردم ایران و از نظر جنبش‌های اجتماعی کشور حمله بر ضعف بشه. همه میدونن که بعد از توافق هسته‌ای سطح توقعات مردم بالا میره، احتمال جنبش‌های اجتماعی بسیار بیشتره و کلاً مردم انتظار تغییر فضای داخل رو هم دارن به دنبال تغییر سیاست هسته‌ای ایران در قبال آمریکا و نیروهای بین المللی. و جمهوری اسلامی با این حرکاتش میخواد زهرچشمی از مردم بگیره و میدونید که دیواری کوتاه‌تر از دیوار خلق کرد معمولا نیست در این مواقع. شما میدونید چقدر اعدام ها بدون هیچ
توجیهی در ماها و سال یک دو سال اخیر اتفاقا خیلی بالا رفته. من منظورم فقط اعدام‌های مجرمان عادی نیست، اعدام‌های سیاسی در کردستان بسیار تعدادش بالا رفته، شدت عملها کاملا بالاست و من این رو تلاشی میدونم برای اینکه زهرچشمی بگیره، برای اینکه احزاب اپوزیسیون کرد رو تضعیف بکنه، به خیال خودش فلج بکنه. ببینید در اردوگاه ما فقط نیروهای پیشمرگ نیستن، کتابخونه هست، مهد کودک هست، خانواده ها هستن، سلف سرویس و غذاخوری ها هستن و میتونست به یک فاجعه انسانی خیلی بزرگ تبدیل بشه این عملیات تروریستی بمبگذاری که بسیار هم پیچیده است و اینا با این کار هدفی جز ضربه زدن به نظر من به خیال خودشون میخوان سازش خارجی رو کرده باشند، اما گذار ایران به دموکراسی و به جنبش‌های اجتماعی رو به خصوص در کردستان مانع بشن. متشکرم از شما عبدالله محتدی. آقای کعبی، گزارش ها که منتشر شده نشون میده که وضعیت در کمپ شما اضطراریه. الان از وضعیت اونجا لطفاً توضیح بدید. وضعیت در کمپ ما به هیچ عنوان اضطراری نیست. این حوادث ما از قبل پیشبینی میکردیم، آمادگی داشتیم. درسته که ایشون تونسته به اتاق من بیاد و بالاخره قصد یه ترور رو داشته، ولی این همیشه ما فیلترهای معینی در تشکیلات داشتیم و همه احزاب کردستانی هم بدین قرار کارشون رو سازماندهی کردن و اینا. اینه که ما آمادگی چنین عملیات هایی داشتیم و حالا هم وضعیت چندان اضطراری نیست، وضعیت عادیه. نیروهای ما در اردوگاه، در اطراف اردوگاه در اینجا در حالت کار و زندگی و کار حزبی خودشون به سر میبرن و فکر نمی کنم دیگه بتونن چنین سوء قصدی رو انجام بدن. متشکرم از شما رضا کعبی، معاون دبیرکل کماله زحمتکشان کردستان از سلیمانیه و عبدالله محتدی دبیرکل حزب کماله کردستان ایران در استودیو. اضافه بکنم که اتهاماتی در این مصاحبه علیه ایران مطرح شد، در صورتی که مقام‌های ایران تمایل به پاسخگویی داشته باشند پاسخ‌های اونها رو هم منتشر می‌کنیم.